هموطنان ارجمند من سلام، خدا کنه جور و موفق باشین. خواستم که یک چیز براتان واضح بسازم. در این شب روز ما ببینیم سوشال میدیا و کروش رجبی در پشت و سر پهلوان شکور حرف میزنن. به خاطر چی؟ چرا این کار میکنین؟ من نمیفهمم. به خاطر که یک قهرمان وقتی که قهرمانی به دست میاره، وقتی که یک جای مسابقه میکنی، اون عزت و شهرتی که خدا برات نصیب میکنه او را حفظ بکن، او را نگه دار. ولی یک چیز به یاد داشته باش، کوروش رجبی، خودت یک جوان وطن ما هستی. توهین به شخصت نمیکنم، توهین به حرمتت نمیکنم، توهین به قهرمانیت نمیکنم. باز هم من منایس یک مربی که سالها عمر خود سپری کردیم به رشته‌های مختلف MMA یا رشته‌های کیک بوکس افغانستان و تمام قهرمانای افغانستان و از شخصیت ما آگاهی خوبتر و بهتر دارن. ولی یک گپ به یاد داشته باش کوروش جان، ولی کسی که برات اسپانسر میکنه 1 روپیه باشه چی 100 روپیه باشه، ولی قدرش بدان. دوستی عزیز، کسی که برات دقیقه 25,000 افغانی کمک کرده، سالها خدمتگزار از او باش، نباید فراموشش بکنی. پس چرا امروز اگر پهلوان شکور برات موتر کمک نکرد، پس همیشه در سوشال میدیا من میبینم برش ویدیو بالا میکنی؟ لطفاً عزیز دلم، امروز من از یک جوان، من از یک برادر برات این خطاب میکنم که لطفاً، ولی خودت یک ورزشکار هستی، پهلوان شکور هم یک ورزشکار است. امروز پهلوان شکور وقتی که مسابقه رفتی به ورزشکار، کسی که 5,000 افغانی کمک هم بکنه برش کفایت میکنه، مثالش میگم. ولی برای خودت 25,000 افغانی پهلوان شکور کمک کرده، ناسپاس نباش. انسانی که قدر یک گل ندانست که بسته گلبته باغ برش بتی، ولی قناعت نمیکنه. دوست عزیز، ولی کوروش جان، کوروش جان، ولی یک چیز به یاد داشته باش، پهلوان شکوری که امروز خودش یک واقعا ورزشکار است، ولی از قلب دل ورزشکارا با خبر بود که برای خودت 25,000 افغانی کمک کرد. ولی ناسپاس نباش جوان عزیز. همیشه قدر سپاس از و قدر نیکی از را بدان، قدر کمکش بدان. اونمو پیروزی که تو کردی از تشویق، از برکت اینمی تمام مردم افغانستان است. این پیروزی که تو کردی از تمام دعای این ملت افغانستان است. این به یاد داشته باش. اگر در راوند دیگه، اگر دیگه بار مسابقه داشتی، من اینو برات اطمینانا میگم تو بازنده میشی. کوروش جان، تو بازنده به این خاطر میشی که تو انسانی که یک بار پیروز مسابقه شد، با دو غروریت پیدا میکنن، شخصیتش از دست میده، ولی شخصیت خود حفظ نمیکنه. کوروش عزیز، خودت منیس یک ورزشکاری که بار اولت بود مسابقه کردی. ما سالها مسابقه کردیم، سالها قهرمانای افغانستان رو بردیم در مسابقات پاکستان که هر کدامش بهترین پاکستانی ها رو نکاوت کرده، بهترین قهرمانای پاکستانی رو نکاوت کرده، ولی پرچم افغانستان رو بالا کرده، از پول شخصی خود آنها رفتن. ولی خوشا به حال خودت که تمام مردم امروز برای تو کمک میکنن. کسایی که برات 1 روپیه هم کمک کرد قدرش بفهم، کسی که برات 100 روپیه هم کمک کرد قدرش بفهم. و چی باشه که کسایی که به تو 1,00,000 افغانی کمک میکنن. و به یاد نبر که پهلوان شکور چرا بر من موتر کمک نکردی. لطفاً به یاد نبری گپا. کسی که برای تو 25,000 کمک کرد، به نمایندگی از موتر این کمک شد. به این معنی نیست که 25,000 به تو یک دفعه کمک بکنه و یک موتر برای تو جدا بخره. چون پهلوان شکور هم یک قهرمان است، یک ورزشکار است، او هم به اسپانسر ضرورت داره. پهلوان شکور کدام تجار و سرمایه‌دار هم نیست. دوست عزیزم، خدا کنه که از گپای ما آزرده نشده باشیم. من خودم منیس یک مربی و فنی مسلکی رشته MMA افغانستان، این به یاد داشته باش. تمام گپای مرا با گوش قفلت باید جاگزین بسازی. کوروش جان عزیز، بای.